در پی قطع شدن علاقه NGN در تاجیکستان ده ها شرکت های موبیلی که در تاجیکستان فعالیت دارند و هم سازمان هایی که به واسطه به مسئله علاقه تلفنی سر و کار دارند از آن اظهار نگرانی میکنند که در بخش NGN شرکت های موبیلی ده ها متخصصان ورزیده از کار میمانند و بیکاری باز در کشور رو به افزایش میدهد. غفور ارکایف رئیس اساسیاسیون شرکت های موبیلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای هر یک متخصص ساحه NGN ده ها هزار دلار خرج شده تا از به دوره تحصیل فرا گرفتن و هم تا فراهم آوردن تکنولوژی به کار انداختن علاقه NGN خرج شده است. و گفت که یگانه راهی که امروز باید سر روی دست گرفته شود این شروع مذاکره میان خدمات علاقه با شرکت های موبیلی باید باشد، زیرا افزایش بیکاری در تاجیکستان خصوصا در مسئله از دست دادن متخصصان ساحه NGN میتواند که به اعتبار تاجیکستان لطمه زند. و امروز در پی بسته شدن یا قطع شدن علاقه NGN در تاجیکستان، ساکنان تاجیکستان که با نزدیکانشان چی در روسیه و چی در کشورهای اروپا علاقه با خرج کمتر دارند میگویند که علاقه با مشکل مالی روبرو شده ایستادند و خرج و صرف بر زیاد کرده ایستادند، چون که آنها با تلفن های معمولی پول زیاد صرف میکنند. از این ساکنان نیز به این فکر هستند که باید دوباره از خدمات یعنی از علاقه NGN کار گرفته شود. ضمناً خدمات علاقه تاجیکستان در هفته گذشته به خاطر امنیت اطلاعاتی علاقه NGN را در تاجیکستان قطع کرد. برخی از نمایندگان شرکت های موبیلی تاجیکستان میگویند که برای پر کردن این خالیگاه شرکت های موبیلی قزاقستان و روسیه اظهار آمادگی کردند که می توانند در روزهای نزدیک این علاقه را دوباره در تاجیکستان یعنی میان ساکنان و آنهایی که نزدیکانشون در خارج کشور هستند برقرار کنند.